بین مردم محلی مصر یه افسانه عجیبی هنوزم زمزمه میشه. افسانه طلسم 7 شب. طبق این افسانه میگن هر مردی که بیشتر از 7 شب در حضور ملکه نفرتیتی میموند دچار خوابای عجیبی میشد. خواب میدید که توی آتش بزرگی از نور گیر افتاده. چشماش کور میشدن و وقتی که بیدار میشد دیگه هیچ زنی رو زیباتر از ملکه نمیدید. سلام، من نینام و اینجا گلولوره. قراره با همدیگه بریم سراغ اون رازای خوشگل کننده قدیمی. قبل از هر چیزی اینو یادآوری کنم که لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید، چون حمایت‌های شما منبع انرژی و انگیزه من برای ادامه دادن. خب حالا بریم سراغ اصل ماجرا، یعنی ملکه نفرتیتی. اگه شما هم مثل من بیشتر از 10 بار سریال یوسف پیامبر رو دیده باشین، حتما خوب یادتون هست که نقشی که خانم لیلا بولکات بازی میکرد در واقع همون نقش ملکه نفرتیتی بود. البته با یه ظاهری که تقریبا متفاوته با اون چیزی که توی تاریخ هست. ملکه نفرتیتی ما قرن 14 قبل میلاد با همسرش آخناتون که یکی از بزرگترین و معروفترین فرعونهای تاریخ مصر هست به مصر حکومت میکردن. زندگی سیاسی پربار و پرماجرایی داشتن، ولی ما فعلا به اون قسمتش کاری نداریم. میخوایم بریم سراغ اون چیزی که ما رو جذب نفرتیتی کرده، یعنی زیبایی. خب اینجا یه داستان هست که گفتنش خالی از لطف نیست. البته داستان معتبری هم نیستش. میگن وقتی که ملکه نفرتیتی برای اولین بار وارد قصر مصر شد، تمام دربار مصر از زیباییش حیرت زده بودن. طوری که کاهنان مصر بعدها میگفتن آتون یعنی خدای خورشید اونو از نور خودش آفریده تا یه جورایی زمین رو به زانو در بیاره. البته این زیبایی همیشه براش یه نعمت نبوده. چرا؟ چون میگن آخناتون جوری عاشق همسرش بوده که اواخر عمرش این عشق تبدیل به یه جنون و وسواس دیوانه کننده شده بوده. خب به نظرم بهتر اینجا ما افسانه ها و داستان ها رو کنار بذاریم و بریم سراغ واقعیت های تاریخ. ماسک هایی که واقعا در زمان مصر باستان استفاده می شدن و مخصوص زنان بزرگزاده و اشرافزاده و ملکه های مثل ملکه نفرتیتی بودن. در میون تمام چیزای عجیب و غریبی که از مصر باستان کشف شدن، چند تا پاپیروس خیلی مهم هم کشف شدن. اینجا تو پرانتز بگم پاپیروس در واقع همون کاغذ تو زمان مصر باستان بود. خب بریم سراغ این پاپیروس ها. یکی از مهمترین این پاپیروس ها پاپیروس ابراز هستش. این پاپیروس یه تومار بلند بالای حدوداً 5 تا 6 متری هست که داخلش 700 تا 800 روش درمان‌های بیماری‌های مختلف و مراقبتی مثل مراقبت از پوست، مراقبت از مو، کلا مراقبت از گوش، چشم و بدن هست. این خیلی مهمه چون نشون میده که مصریان باستان چقدر در زمینه پزشکی پیشرفت کرده بودن. یکی از نکته‌های خیلی جالب درباره این پاپیروس این هست که موادی که واسه مراقبت از پوست، مو و یا مراقبت کلی از بدن هستش خیلی مواد ساده و در دسترسی هستن، ولی خیلی خیلی تاثیرگذار. دوستای خوشگلم رسیدیم به این قسمت که یکی از ترکیبات تاثیرگذاری که به عنوان ماسک توی پاپیروس ابراز استفاده میشه رو من اینجا بهتون پیشنهاد میدم، بررسیش میکنیم و به این نتیجه برسیم که آیا توی روتین پوستیمون قرارش بدیم یا نه. اولین ترکیب ساده که خیلی هم ساده است واقعا، ترکیب ساده شیر و عسل هستش. به همین سادگی. یکی از ویژگی‌های مثبتی که این ترکیب داره اینه که مواد اولیه‌اش خیلی ساده، کم هزینه و در دسترسه. و این ویژگی دقیقاً همون چیزیه که کانال من داره دنبالش میکنه. یعنی رسیدن به زیبایی بدون کارهای عجیب و غریب و هزینه‌های خیلی بالا. میشه اولین نقطه مثبت این ماسک رو همین موضوع دونست. دومین نقطه مثبتش اینه که این ماسک یه ماسک باستانی هستش. یعنی توی زمان باستان توی قصر ملکه های مثل نفرتیتی این ماسک دلیل درخشندگی و نرمی پوست اشرافزادگان بوده. پس
به این نتیجه میرسیم که این ماسک یه جورایی نتیجه داشته و تونسته خودش رو واسه زیبایی اثبات کنه. سومین نقطه مثبت این ماسک حضور عسل توش هست. عسل خاصیت ضد التهاب و ضد باکتری داره. یعنی اگه پوست شما التهاب و جوشی داره، عسل باعث میشه این التهاب و جوش زودتر خوب بشه و از طرفی یه مرطوب کننده طبیعی هم هست. و خب شیری هم که داخل این ماسک هست باعث میشه که هم pH صورت شما تا حدودی تنظیم بشه، هم به خاطر اسید لاکتیکی که داخلش هست یه لایه برداری خیلی ملایم انجام میده، در نتیجه پوست رو یکم روشن‌تر میکنه و از طرفی به خاطر چربی مفیدی هم که تو شیر هست میتونه پوست رو هم مرطوب و نرم نگه داره. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد. اصلا شما خودتون فکر میکردین 2 قلم ماده ساده این همه فایده واسه پوست داشته باشه؟ من خودم واقعا فکرش نمیکردم. تا قبل از اینکه بخوام وارد راه زیبایی طبیعی بشم همیشه فکر میکردم برای زیبایی باید کارهای خیلی زیادی انجام داد. ولی خب الان داریم میبینیم که اینجوری هم نیستش. حالا بریم سراغ روش استفاده از این ماسک. اول اینو بگم که روش استفادهش هم شبیه خودش خیلی ساده است. ما یه قاشق شیر و یه قاشق عسل رو مخلوط میکنیم تا یه ترکیب یه دست به ما بده و بعدش روی پوست تمیزمون میزنیم. حدود 15 تا 20 دقیقه بمونه و بعدش هم با آب ولرم میشوریم و از یه مرطوب کننده استفاده میکنیم. فقط دوستای من یادتون باشه قبل از اینکه استفاده کنین یه تست خیلی کوچولو روی پوست دستتون بگیرین که خدای نکرده حساسیت نداشته باشین. دومین چیزی که اینجا من لازم ذکر کنم اینه که این ماسک برای اکثر پوست‌ها مناسبه، ولی خب کسایی که پوست خیلی چرب و جوشای خیلی فعالی دارن بهتره که استفاده نکنن، چون عسل واسه همچین پوستایی میتونه سنگین باشه. خب دوستای عزیزم اگه تا اینجا با من همراه بودین لطفاً کامنت بذارین و نظرتون رو درباره این ماسک بهم بگین. همینطور من با تمام قلبم از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال میکنم. لطفاً لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. دوستای عزیزم در آخر کار اینو باید بگم که زیبایی یه تلاش آگاهانه است واسه عشق ورزیدن به خودمون، نه راضی کردن بقیه. پس تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون، زیباییاتون در دلتون باشید.